عجب رسم است رسم آدمیزاد، غریب افتاده را کی میکند یاد. غریب افتاده حکم مرده دارد، که خاک مرده را کی میبرد باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهاجران غریب دور از وطن، پیش از همه شما را به مناسبت ماه شریف رمضان مبارکباد میگم. خداوند ما را ای ماه رمضان با ماهای و سالهای دیگه ماهای رمضان برسانه. خداوند نگهبان ما و شما باشه، کمی هم باشه در همین حالت وزنینی، همین ویروس و پیروس و همینا یک طرف مانیم، یک نقلک میکنم که همین دل شما هم کمی هم باشه خرسند کنیم. یک پوچو بود است هارون رشید، یک روز شکار میبراید، هم اسکراش قطیش، خزیندارش هم قطیش. همه که اگر که دل پوچو را کدامی که اگر که خرسند میکرده است هارون رشید، آفرین میگفت است. آفرین که میگفت است، خزیندار یک خلطچه طلا میداد است آدم. همه میبرند در راه رفته سیان که ای پیشون یک مسافر میبرد، درخت شنونده سای هارون رشید نزد اون میره. طرف مسافر میگه که ای مسافر، میگه آخه پیر شدی دیگه ای درخت با کی را میشونید، چی در کاری تختم تعذاب میتی؟ که مسافر هم میگرده میگه که حضرت، میگه ما این درخت دیگر رو که شنوندم با بیای ما میوهاش خوردیم، با ما میشنویم که با جوانای شما برای این آدم ها با چی میوه اینا استفاده کنن. که هارون رشید خرسند میشه میگه آفرین. میگه خزیندار یک خلطچه تنگه و طلا میتیشه مسافده. که تنگه را میگیره، خلطچه طلا را مسافد، این میگه قدرت خداوند. ببین میگه حال درخت نو شنیدیم، اوجه حاصلش گرفتیم، حاصل اولا. انا که پوچو خرسند میشه با میگه آفرین که میگه با یک خلطچه طلا دیگه مسافد هم میتیه خزیندار. که مسافد خلطچه را میگیره با میگه ای قدرت خداوند، میگه در خدا جانو، میگه که نگاه که این درخت، نگاه که در یک سال 2 حاصل. که ای گپی مسافد هارون رشید با آفرین میگه که نوفار همه خزیندار با یک خلطچه تنگه و طلا را میتیشه. مسافد اگه در حالت گرفتن هم یک تنگچه همه طلا در زمین میغلطه. مسافد همون را بین خاک چنگ میگیره، تازه میکنه، در کیسهش میمونه. که در این حالت خزیندار میگه که ای بیا حضرت پوچو بریم که این مسافد خسیس بده. میگه 3 خلطچه طلا را گیری، با همون یک دونه تنگه که زمین در غلطید همون را از زمین برداشت. که مسافد میگرده میگه که ای حضرت، میگه من به خاطر تنگه را نبرداشتم که من خسیس بودم، من به خاطر برداشتم که در یک طرفی همه تنگه صورت مبارک حضرت پوچو های، در طرف دیگرش صورت دولت ما و مثال گربی ما. که این با خرسند میشه پوچو آفرین میگه. در این وقت خلاصه که اکنون نگاه که یک گپی خوش چقدر معنی داره. برای همین میگن که در غریبی که باشه احتیاط کنه، خطونه خوش خرسند بگیره. این روزا هم میگذره، انشالله همش گذرنده. چیه که کنه خداوند خودشه، در پناه خداوند باشه. میگه گر توانی یک دلی بشکسته را شاد کن، گر خدا مالت دهد بیچارگان را یاد کن. مال و دولت گر تو را حاصل شود از فضل حق، جنت المأوا که خواهی مردمان را شاد کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبانتان باشه. آبونه شوید در کانال ما، لایک فراموش نکنید. تا آخری. سلام علیکم.